dedi reis. بله مرحمت گذر. بشین دخترم بشین. کارها چه خیل؟ دشواری نمی کند. کار معقول شد؟ بله همش نقص. من دیدم بسیار فعالانه کار میکنی. به من رقمهای تلفن پدرت یا مادرت در کار. برای همین تو را به اینجا دعوت کردم. میلش بخیر باشد. بله بخیر است. خواطر نشو دخترم. من میخواهم برای تربیه نمونوی و کارمند فعال بودنت از نام کارخانه به آنها مینداری کنم. میلش پدرم در مهاجرت مهنتی درسی هستند. رقم های مادرم یا برادرم را دهم می شود؟ بله می شود دخترم. با اجازت شما رئیس من روم. اجازه دخترم. الو اوچش، من رقمهای مادر این دختری کارگر را گرفتم. نامش سومن است. اکنون زنگ زدن و فهماندن به دوش خودی توست. اگر زید نباشند فیروز آمده دخترشان را ببیند. این طور باشد رقمهای تلفن مادرش را بنویس. همین زنی نباش. همین دیلم می سوزه. قدری همی زنه که بیچاره را ندونستن مردکن. یک مونو گذشته زن گرفته است. هرچی بیچاره زنکی مردکای ما هم خیلی میکده باشن بعد این مردنی مو. تا بگو من باوریم هایکی شوهرم بعد از مردن من 5 سال هم گذرد زن نمیگیرد. این خیلی من باید خوشروچه بناز و تناز نمیوود. لیکن تو باینه خیلی زوبا چیز که همه جا پور رای ریخته خورفت است. چراغ میگیره سر قورتا میشینه. 3 روز نگذشته زن میگیره. خیلی که خواهی نگاه که زنه که ره میگشت همه همسویه در حوثش بودن. یک مونو گذشته زن گرفت. با نتاری اولفتر هم میوره با بولود حول دکر میگرده. فهمیدی؟ اینه که ما بنیم اینه خیلی خمچمیان کمچینه نمیوی. فهمیدی؟ الله امید خیریت قدم دفع کلی بلاها گذشتگار خدا مغفرت رحمت و زندان را در خونه اسمت شکرم باشید به مراد و مقصد ما رسانید. الله اکبر. خوش آمدید تتا جان. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. دلشاد جان چون آورده؟ دلشاد در مکتب. فهمم.